خبر تازه در گذشته ناگهانی یکی از محبوب ترین چهره های موسیقی تاجیکستان موج از شوق و اندوه را در سراسر منطقه به پا کرده است. مهرنگار رستم، آوازخوان پرطرفدار و خوش صدای تاجیک که در دل میلیون ها نفر در تاجیکستان، افغانستان و ایران جا گرفته بود، به طور غیر منتظره در سن 30 سالگی به اثر سکته قلبی جان باخت. این خبر صبح امروز توسط منابع رسمی در شهر دوشنبه تایید شد و به سرعت در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد. هواداران این هنرمند جوان در شوک حادثه تلخ به سر میبرند و بسیاری از چهره‌های هنری با پیام‌های احساسی و از او وداع کرده اند. مهرنگار رستم تنها یک خواننده نبود، بلکه صدایی بود که با آهنگ‌هایش دل میلیون‌ها فرد عاشق او ساخته بود. در موتر 6 امروز 2 نفر، یک دریور بود، یک نفر دیگه هم بود. امروز موتر که حرکت کرد فقط از این مسیر که دور خورد پیش می بلاک واضی انفجار کرد. ما متاسفانه امروز یکی از بهترین های رسانه‌های افغانستان را از دست دادیم. جوان مستعدی که ممکن بود بیشترین و خوبترین کارها را در خانواده رسانه‌های افغانستان انجام میداد و مردم افغانستان از خدماتش قتل یک انسان یک عمل حیوانی است، یک دیدگاه مزخرف است و انسانی که دیگه مردم تشویق میکنه به قتل یک انسان نرمال نیست و این یک ترویج دیدگاه تروریستی است. واقعا اگر وجدان می داشتیم از شرم او می شدیم، اما اگر وجدان می داشتیم شما این کار نمی کردیم. وجدان نداریم. ایوان که ایوان است شاید کم رحم داشته باشه، اما شما اینقدر ظالم، اینقدر خدا ناترس، اینقدر بی‌عاطفه هستین که به قیمت جان مردم، به قیمت خون مردم شما جیبای کثیفتان پر کردین. واقعا منتظر معجزه خداوند هستیم. اگر خداوند یک معجزه کنه و از شر ظالما، از شر شما ظالما مردم ما را، وطن ما را، ملت ما را خداوند آزاد بسازد. اما باید داشته باشیم مردم ما دوباره وطن ما را آزاد، آباد و شاد می سازد. باید داشته باشیم. در جای لچ کرده، عکسایشان دروغ انداخته. مگم فاحشه خودش که از پستوی کسیش از کلشان که فاحشه ترین فاحشه است. فهمیدی؟ کسی کلشان اینقدر کسی بود که تو گرفتی برای خود در جیب خود کردی، کسش تو بفروشی، تو بتو که زناره عکسایش لچ انداختی در کل جای. از رمشه را تیت کردی، از مجدر دروغ جور کردی، از غزل تو دروغ جور کردی، عکس‌ها را کل جای تیت کردی. حالا میخوای اولاد 4 ساله مرد تیت کنن عکسای دختر مرا و مادر مرا در پیجای لچکی؟ یعنی آریانا لنده تو بود، پیش از او نامزاد داشت، پیش از او دیگه داشت. خدا چقدر پیش از تو کرده. فهمیدی؟ اما تو که پتو داد به خواندن، خواننده فهمش رو خدا پیش از او به چقدر خواننده داده. آریانا کردی در دنیا که مردم لعنتش میکردن، تو پشتیش نبودی. حالا فاحشه خدا میخوای خواندن لعنت تو فاحشه، لعنت تو فاحشه، لعنت شوی فاحشه، لعنت بی غیرت شوی، لعنت ننه فاحشه، لعنت پدر بی غیرت تو. او فاحشه ننه کسی تو نیستن که دروغ سر جای نماز میشینه. مگم دخترایش یکیش لزبیان است، دیگه فاحشه است، با پیسه کس میتازی طرف. برو کسی تو سر ما گپ میزنن. مهرنگار رستم در 14 اکتبر سال 1994 در خاولنگ تاجیکستان به دنیا آمد. مهرنگار رستم از سن 5 سالگی علاقمند به موسیقی شد و در مسابقات متعدد شرکت کرده است. مهرنگار رستم در سال 2011 از مکتب بین المللی دوشنبه فارغ شد. مهرنگار رستم در سبک پاپ موسیقی تاجیکی فعالیت می کند. علاوه بر آوازخوانی در نواختن دوتار و همچنان گیتار مهارت خاص دارد. مهرنگار رستم آهنگسازی بعضی از آهنگهایش را نیز کرده است.
در چند سال اخیر مهرنگار رستم شهرت خیلی زیاد پیدا کرده است و سرزبانهای مردم قرار گرفته است. مهرنگار رستم با آهنگهای دلنشینش توانسته است که در سالهای اخیر در زبانهای مردم قرار بگیرد. مهرنگار رستم بر زبانهای فارسی، روسی و همچنان انگلیسی تسلط دارد. برادر مهرنگار رستم سفر محمد رستم نیز خواننده است و در عموم خانواده موسیقی سرایی دارد. مهرنگار رستم علاوه بر تاجیکستان در افغانستان، ایران و هندستان علاقمندان بیش از حد دارد و او را دوست دارد و آهنگهایش را به مثل یک عاشق میشنود. مهرنگار رستم همیشه در جاهای مختلف کنسرت های اجرا کرده است و گفته است که من برای علاقمندانم در سرتاسر دنیا کنسرت ها اجرا خواهم کرد و علاقمندانم است که من هستم. به همین دلیل همیشه وقت کنسرت های در قسمت های مختلف جهان اجرا خواهم کرد تا اینکه علاقمندانم پشت آوازم بسیار دق نشود و همین دلیل است که من همیشه وقت بدون وقفه آهنگهای جدید و کنسرت های جدید. واقعا اگر وجدان می داشتین از شرم او می شدین، اما اگر وجدان می داشتین شما خیلی کار نمی کردین. وجدان ندارین. ایوان که ایوان است شاید کم رحم داشته باشه، اما شما اینقدر ظالم، اینقدر خدا ناترس، اینقدر بی‌عاطفه هستین که به قیمت جان مردم، به قیمت خون مردم شما جیبای کثیفتان پر کردین. واقعا منتظر معجزه خداوند هستیم. اگر خداوند یک معجزه کنه و از شر ظالما، از شر شما ظالما مردم ما را، وطن ما را، ملت ما را خداوند آزاد بسازد. در جای لچ کرده، عکسایشان دروغ انداخته. مگم فاحشه خودش که از پستوی کسیش از کلشان کلا فاحشه ترین فاحشه است. فهمیدی؟ کسی کلشان کسی بود که تو گرفتی برای خود در جیب خود کردی، کسش تو بفروشی، تو بتو که زناره عکسایش لچ انداختی در کل جای. از رمشر تیت کردی، از مجدر دروغ جور کردی، از غزل تو دروغ جور کردی، عکسار کل جای تیت کردی. حالا میخوای اولاد 4 ساله مرد تیت کنن عکسای دختر مرا و مادر مرا در پیجای لچکی؟ یعنی آریانا لنده تو بود. پیش از او نامزاد داشت، پیش از او دگه داشت. خدا چقدر پیش از تو کده. فهمیدی؟ اما تو که پتو داد به خواننده فهمش رو، خدا پیش از او به چقدر خواننده داده.